السلام علیکم هموطنان زنده سلامت خونه و سربلند باشید. با دقت گوش کنید سخنهای مرا که من به شما فقط چیزی خبر میتونم که برای شما یک فایده رسیدگی باشد، یک مشکلیتان حل شده باشد، یک پیشروی در حیاتان شده باشد. ما یگان چیز برای شما رکلام نمیکنم که این چیز خرین، این چیز بسیار خیلی و خیلی نیم. فقط شما همین دو دقیقه این چی ویدیو مرا تماشا میکنید فقط برای سلامتی شما گام میزنم که ملت ما سالم باشد. توجیکای ما در کجا که نباشن سالم باشن انشاءالله. من بسیارتر ویدیو درباره طبابت و درباره سلامتی بسیار ویدیو به توجیکی میکنم، به روسی کم میکنم، برای که من بسیارتر میخوام که خدمت به خلق وطن خدمت کرده باشم، در کجایی که باشم برای خلق وطنم کرده باشم. ببینید در همین راسته که شما اومدین تعلیم گیرین یا کسب بگیرین، اینجا کسب گرفتن سین سال در اینجا یگان چی نداره، چی میگن به حساب نمیرود. این هم مثلا در 49 سالگیم داخل شدم، دیپلم گرفتم در 53 سالگی. شما میتونید که داخل شوین خونین، پسرها میتونن که چی شون، سوارچیک شون، ماشین تعمیر کننده شون. سوارچیک میسو که در همه جا همیشه درآمد خودش رو داره. در خانه تا میسون نشستین در تاجیکستان و فصل زمستان در یک پیچکه ساز میکنید پولتون میآید در جای اشتگیتون، یا که فصل بهار باشه بیل کدمانی چی سوز کرده میتین پول اومده است. میگن که هنر به از ملک پدرم هست. یک شعر بزرگ میگه هنر اون است که از هنرمندی که در کوشری که در نمندی. خب بعد انا چیز جواناشو میتونن که چی شوین، پسرها در میرسیه به جایی که قرتون نکنه دخترای فریب کرده و به زینه و به کارهای گناه دست دادن، به یک هنر مشغول شوین. بازی با چشید از همه چیزی در همه جو طلب چی میگن طلب میکنن. دو این کار مییابد. айтишнико میدونین؟ айтишнико کامپیوتر قطعی کار میکنن، در همه جا شما کارتون میبینید، حتی در درون خانه از خانه برآمده به واسطه نوتبوک میشینین کار میکنین، پولتون گرفته مثل زندگیتون پیش بردن میگیرین. ترجمانی زبان آموزی در خانه نشستین. من در وطن بودم تاجیکستان، کامپیوتر داشتم، در نوتبوک میشتم داکومنت میگرفتم ترجمه کردم، آماده گرفته بودن میگفتم. وقتی که مادرم نوینو شده بودن 2 سال پیش از نگذشتن شو با همراه مادرم در مادرم نگاه میکردم، از کار برآمدم در خانه نشسته داکومنت ترجمه میکردم. سوم اومدن میگیره برای ترجمه، داکومنت میاره میته ترجمه میکنین، میگه فلان روز بیا میگیرین برن شون در نترال завери مثل که برن نترال میپیچتش توغ میکنن میگیرن میرن. ترجمان پولش جدا میگیره، заверит میکردگی پولش جدا میگیره، فقط پول ترجمه میکردگی هم میگفتم. شما هم خیلی میتونید که زبانهای خارجی آموزین به غیر زبان تاجیکی و روسی گردانی. با کسی روسی گردان نکن و دیگه زبانها آموختن برای شما آسان میشود. عربی، انگلیسی، نیمیسی، فرانسوزی، چون که در زبانهای خارجی جنسی زبانها مردونه داره مثل زبانی روسی. منم زبانهای عربی انگلیسی رو تست آموختم برای اینکه زبان روسی رو میدونستم. زبان روسی به من خیلی یاری رسوند که جنسی زبانها مردونه هست، یاری میرسوند. خب انا زبان ترکی رو اگر یاد گیرید مثل زبان تاجیکی زبان مردونه داره و این به شما آسان میشه تعلیم گرفتنش انشالله. انا به شما چه مسئله دادن میدم. ها مثلا که پسرهایی که گپای بیزیم ننویسین، بچه‌های شروع داره این چیز کامنتاری من خدای شما رو هم خسیر کو رکنه که وقتی نه یک کسی رو رنجاندنی در وقت بیاین یک کسی کمودی جویده. باز به شما میگم که من درباره گذشتم به شما افته بیوگرافی کردم و دگیم ویدیوهای من بیوین هست افته بیوگرافی من در کجا تولد شدم و چیکار کردم شدم گذاشتم به شما گفتم که درباره حاضر حیاتی ما به شما نمیگم. من مثل بلاگرها دیگه نشسته به سوال شما با پرگی جواب نمیتونم. من خیلی انسان هستم، من به سوال اینقدر جواب نمیدم برای اینکه سبب دارم، من وقت ندارم، من وقت بیزه ندارم بشینید هر سوال شما چه میگن چق کنه شما قطعی نه. من چیزی که معلوماتی فایده به شما میرسونم، زندگی به پیش حرکت میکنم، با یک کتاب میخونم یا معلومات دیگه میگیرم که معنی سر من به قوشه چونانی که سید نور دوالت میگه که باید میلیونر تاجیکستان که چونه که مو نو چیز چی میگن از علفای بیگانه توزیع میکنیم که مثل سبزوات مثل چیزی که زمین سبزوات کار داریم از علفای بیگانه توزیع میکنیم. анамайне сари мора маълумотгирӣ тоза мекунад. Як маълумот мегирем ку майне сари мо тоза мешавад. Вақте майне сари инсон тоза боша ку ба ягон кори бемаънию гапои бемаънӣ вақт намеёбад, барои ки майне сари доим машғул аст барои як кори хуб. бинед ки ман ба шумо фақат сухани хуб мехоҳам гӯям.
من نمیتونم که مثل یک سخنهای نوجو برای آدمایی که خیلی میکنن مثل دیگه آدمو وای کنم مثل خدا نمیکنم. برای چی؟ برای که یه ویژن نمی اجازه نمیده. تربیت پدر مادر دادگی به ما اجازه نمیده که با شما خدمت سخن نوجو بگم و سبب رنجیدن شما شود. رحمت مادر من میگه که خوبی رو نیکی بدی رو هر کس کرده میتونن، نیکی رو هر کس کرده نمیتونن. من نمیخوام که از بد کرداران باشم، میخوام که از خوب و آدمای خوب باشم که شما من رو با خوبی یاد کنید، نه اینکه به بدی. خب این ندارم شما